با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز. شما که سوال کرده بودین چجوری چربی خونمون رو بیاریم پایین، جگرمون رو پاک بکنیم، بدنمون رو سالم نگه داریم، زندگی صحیحی داشته باشیم، این قاشق چایخوری نیست البته. امروز طرز تهیه شربت شیش عرق رو داریم. شیش عرق: عناب، شاتره، کاسنی، عرق بید، خار مریم، آخر سرم عرق نعنا. خب اول به مقدار لازم از هر کدوم میریزیم. مقدار لازم نیست، هر چقدر دوست داشتی بریز. اونایی که بدمزه است کمتر بریز، مثل عناب. از همه مزخرفتر شاتره است، یه کوچولو میریزیم، زیاد نمیریزیم. به در سگ انقدر طعمش بده هیچکی ازش نمیخوره. شما من مجبوریم کبد پاک کنیم. بعد این کاسنی آخ چه روز بعد نبینه، عکس گل روشه ولی نمیدونم مزه یهشو میده ولی له آخرش نیست توش. خار مریم، خدا پدر خار مادرشو بیامرزه. همه بهتر این بیده است تو اینا، عرق بید. اینا عرق سگی نیست، فکر نکنید من دام الخمرم، نه. و از همه خوشبوتر و خوش‌طعم‌تر عرق نعناست. بیچاره هیچی ازش نمونده. مقایسهش بکنی با عرق عنابه، اینا با هم بودن، این اینقدرش مونده، این اینقدرش مونده. خب اینا رو می‌ریزیم. از دستیار محترم درخواست میکنم که یه لیوان آبم به من بدن، یه لیوان آب به من بدین. برای زیق وقت من یادم رفته اینو بیارم، به خاطر زیق وقت مجبورم از همکارم درخواست بکنم. مرسی عزیزم، خیلی ممنون. یک لیوان آبم اضافه میکنیم چون اینا همش عرق دیگه، عرق بعدی چیزی باش بخوریم. چون اینا همشون خیلی بدمزه، من شکر رو ترک کردم چون زندگی صحیح برام خیلی مهمه که آدم بهداشتی زندگی بکنه، به تن و بدنش برسه، چیزای مضر نخوره. یکی از اون چیزای خطرناک برای بدن شکره، ولی به در سوخته انقدر بدمزه که نمیشه همینجوری خورد. قاشق چایخوری بلند نداشتین، میتونین با قاشق غذاخوری هم بزنید، چی نمیشه. کلاس و ملاس این داستانا هم ول کنید. اصلا با کلاس بازی کار بدی، برای سلامت آدم ضرر داره. راحت باشه، اصلا هر جور دوست داری زندگی کن. اول شکر هم بزنید که بعدش اگه بخوای یخ بریزی توش شکر حل نمیشه به در سفره. خب تا یه حدودی حل شد. به خاطر زیق وقت حلش نمی‌کنیم، حالا یخ اضافه می‌کنیم. یخو برای که دست نزنید به یخا اینجوری یکم میندازی بالا، اینجوری مثل الک و دولک و اینا، خودش اینجوری میاد بیرون. خیلی بهداشت رو من رعایت میکنم، یعنی هیچ کی نمیتونه تو زندگیش مثل من بهداشت تغذیه‌ای، بهداشت روانی، بهداشت عاطفی، بهداشت دیگه چه بهداشتی داریم؟ همکار عزیزم درخواست میکنم یه راهنمای بهداشت دیگه داریم عزیزم که من رعایت نکنم؟ نه همه مرسی. چشتون رو مجبورید ببندید، لامصب از عرق سگی هم بدمزه تره. به لطف این شکر یه عرق نعنا هم نمیشه خوشمزه بشه. اگر خواستید میتونید 7 عرقش بکنید، یه کمی سرکنگبین هم توش اضافه کنید. از همکار عزیزم درخواست کردم یه کمی سرکنگبین لطف بکنن به من که امشب 7 عرقش کنیم. همیشه 6 عرق میخوریم، امشب 7 عرق میکنیم. مرسی از شما همکار عزیزم. این سکنجبینی هست که من خودم تهیه کردم، دستورش مال خودمه. اضافه میکنیم. سرکنگبین با انگبین درست شده، یعنی اصلا زیاد شد. این به جای اینکه الان سود برسونه بدن شد عرق 7 عرق. خب هم میزنیم مجددا. به به. من به شما توصیه میکنم غذای چرب نخورید الا یه وعده در روز، مشروب نخورید، یه روز در میون، یه روز آف بدید به خودتون، استراحت کنید، روز بعدی شروع بکنید، ورزش بکنید تا اونجا که براتون مقدوره، نه اونجوری که خودتون رو در عذاب بذارید و قضیه رو برای خود مشکل کنید. دیگه زیاده عرضی ندارم. امیدوارم که این شربت 7 عرق براتون خوشایند باشه، برای من که نیست. سپاسگزارم از همه عزیزان. موارد تهیه 7 عرق: مرسی، سپاسگزارم.